بیش از صدها خانه به خاطر ساخت ساز سرکی که دشت برچی را بر شهرک امید سبز وصل میکنه. کدام خائنی بوده که او وقتایی که دولت جمهوری بوده باید این مسیرهای سرک کلا نشان میداد که این مسیر خانه کار نشوه، این باید سرک باشه، این سرک جور میشه، امروز نه روزی دیگه من خود جان من امروز درد دارم، ما خسارت من ندیم، ما 2 روپیه دیگه ندارم اگه داشته باشم در افغانستان دیگه سرمایه گذاری نمی‌کنم. رابندون از پل ساخته با بالا که بیایم بعد از 4 بجه او رابندون میشه که این شام هم ما در خانه رسیدن نمیتونیم. تمام خانه هایی که در بک‌گراند ما معلوم میشه بلند منزلایی که حتی گفته میشه بلند منزلایی که بیشتر از 2 میلیون دلار سرمایه گذاری شده بود امروز تخریب میشه. این ساختمان اگه بینگیرنی 22 واحد 24 واحد داره، 24 واحد نه 7 منزله، اینمی صاحب شه نمیره دمی سرک رفته. بیش از صدها خانه به خاطر ساخت ساز سرکی که دشت برچی را بر شهرک امید سبز وصل میکنه. سلام و درود هموطنان عزیز، امیدوار هستم همتان جور و صحتمند سر حال باشید. بسیار زیاد خوشحال هستم که امروز در خدمت شما قرار گرفتیم و قرار است که یک سرک دیگر هم توسط ریاست محترم شاروالی ساخت ساز شود و این سرک هست که دشت برچی را بر شهرک امید سبز وصل میکنه. گفته میشه که سالهای زیاد بود به دلایل مختلف این سرک ساخت ساز نشده بود و همچنان روز به روز شاهد بازسازی‌های زیاد در این مملکت هستیم و پی در پی هم دیگر تخریبات صورت میگیره به خاطر بازسازی و امروز قرار است که خانه‌های زیاد بلند منزل‌های زیاد تخریب شود به خاطر ساخت ساز همین سرک. قسمی که شما در تصویر بیننده هستین تمام خانه‌هایی که در بک‌گراند ما معلوم میشه بلند منزلایی که حتی گفته میشه بلند منزلایی که بیشتر از 2 میلیون دلار سرمایه گذاری شده بود امروز تخریب میشه به خاطر ساخت همین سرک. امروز میخوایم که برنامه خود را از همین ساحه داشته باشه با قصه های شیرین و درد دل هموطنان هزاره ما. سلام علیکم. سلام علیکم. خیلی ببخشید مدیر صاحب، خوب هستین؟ خیر؟ خوب هستین؟ صحتان خوبه؟ فضل خدا سلامت باشین. معرفی که خود معرفی ما محمد جمعه ولید عوض بسود ولسوالی سدوی بسود ولسوالی سدو. آمین. در همین منطقه زندگی میکنید؟ در همین منطقه اولی از خودم نیست، از